درود بر شما. من هانا، یک جستجوگر آگاهی هستم. دوستان، حتما شما هم از بهمن ماه که زمین وارد عصر جدیدی شده، تغییرات عظیمی که در باورهایمان رخ داده را متوجه شده اید. بیشک انسان‌های زیادی متوجه این تغییرات شدند و به سرعت در حال دریافت نشانه‌ها از جانب کائنات هستند. عصر به بردگی گرفتن ما انسان‌ها توسط ذهن تمام شده و انسان‌ها در حال به خود آمدن هستند و در حال تبدیل شدن به اصل انسانیت خویش و خالق زندگی خویش شدن هستند. دوران به بردگی گرفتن انسان‌ها در جهل و نادانی نگه داشته شدن انسان‌ها تمام شده و ما به اصل خویش بازگشتیم. هر روز و هر ساعت را غنیمت بشمرید و خود را آماده کنید تا هرچه سریعتر به خود برتر برسید و خالق زندگی خود شوید و هر آنچه که آرزویش را دارید برسید. ذهن در حال نابود شدن است. ذهن را تغذیه نکنید. ذهن می‌خواهد همچنان برده‌اش باشیم. در این ویدیو چند راهکار و در ویدیوهای بعدی چند راهکار دیگر را که برای خود من بسیار مؤثر بوده بیان می‌کنم. قدم به قدم با من تا خالق شدن همراه شوید. اول مراقبت کنید. مراقبه یعنی مراقبت از خودتان، از باورهای جدیدتان، از ضمیر ناخودآگاهتان، از انرژی و احساسات و فرکانس‌های ساده شده از احساسات خود مراقبت کنید و نگذارید انرژی ارزشمند شما صرف هر چیزی که در خدمت شما نیست شود. ما باور کرده ایم که خالق هستیم. باور کرده ایم که لایق بهترین ها هستیم. با ورود به عصر جدید و تغییرات عظیمی که در باورهای ما شکل گرفته، آن دغدغه‌ها، اضطراب‌ها و استرس‌ها همه از بین رفتند و ما به بینش جدیدی رسیدیم. به آرامش خاصی دست پیدا کردیم. از این آرامش مراقبت کنید. به هر موسیقی گوش ندهید. دوم این است که از گوش خود مراقبت کنید و هر سخنی را نشنوید. موسیقی های رایج و دلنشین و هیجان انگیزی که در دنیای موزیک و مارکت ما فراوان است با فرکانس های بسیار پایینی ساخته شدند. متن این ترانه ها از کمبودها حرف میزنند و به صورت هوشمندانه‌ای پیام کمبود به ضمیر ناخودآگاه ما ارسال میکنند و تأثیری مخرب به باورهای ما و ارتباطات ما میزنند. متن این ترانه ها که اغلب از کمبودها، از بی‌وفایی ها، از دلتنگی، از نبود، از خیانت، از بی‌مهری، از عشق بی‌فرجام و از فقدان سخن میگویند، در قالب ملودی هایی با فرکانس هایی که همراسا با فرکانس های مد نظر ما برای جذب و ثروت و فراوانی و عشق و سلامتی نیست و از طریق گوش ما به ضمیر ناخودآگاه ما و بر ما تأثیر می‌گذارند و تأثیری مخرب بر باورها و زندگی ما دارند. این موسیقی‌های مخرب و هدفمند برای نابود کردن آن جنبه خداگونه ما طراحی ساخته شده‌اند و این موسیقی‌ها و ترانه‌ها به رایگان در اختیار ما قرار می‌گیرند تا زندگی ما را به آن سمتی که می‌خواهند بکشند. سازندگان این موسیقی ها میخواهند ما انسان ها در سطوح پایین باقی بمانیم تا به اهداف خود برسند. میدونم که در ابتدا بسیار سخته از این آهنگایی که همیشه ازش لذت میبردیم دست بکشیم و دیگر ترانه های خوانندگان مورد علاقه ما را زمزمه نکنیم. اما سعی کنید در ابتدا این موسیقی ها را کمتر گوش بدید یا با موسیقی های مخصوص مدیتیشن که با فرکانس های خاصی طراحی شدن جایگزین کنیم. میتونید به اصوات مخصوص چاکراها گوش بدید یا به نوای کاسه های تبتی یا به صدای طبیعت یا پرندگان یا رودخانه گوش بدید. لطفاً فلش گوشی خودتون رو پاک کنید از این ترانه اهریمنی. پلیلیست گوشی موبایل خودتون رو پاک کنید و از گوش خودتون مراقبت کنید. من برای طولانی نشدن این ویدیو ادامه راهکارها رو در یه ویدیو دیگه براتون آپلود میکنم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک بذارید و برای من کامنت بذارید. شبتون بخیر.